از اون روزی که اینترنت بنا شد، زن خونه ز مرد خود جدا شد. نه چای آماده و نه استکانی، دریغ از پختن یک لقمه نانی. سر صبحی که پیجو تا سحرگاه، موبایلش روشن هرگاه و بیگاه. گهی اینترنت و واتساپ و گه چت، پیامک میزنه این خط به اون خط. سرش توی موبایلش هی میخنده، پیامک میزنه خالی میبنده. به جای همدمی با مرد خونه، موبایلا روز و شب همدمشونه. الهی این موبایلا رو تو بشکن، دل بیچاره مردا رو نشکن. قدیما مرد و زن همراه و همدل، حالا همدم شده خط ایرانسل. الهی کابل اینترنت جداشه، موبایل از دست این زنها رهاشه. از اون روزی که این تانگو بنا شد، زن خونه ز مرد خود جدا شد.